قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. سوره فصلت معنایش روشن ساخته شد. در مکه نازل شده است و از 54 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. حمیم. حمیم. تنزیل من الرحمن الرحیم. این قرآن کتاب است که از جانب آن بخشاینده مهربان بر پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. کتاب است که آیاتهایش با تفصیل و فهم و بیان شده. قرآن است که به زبان عربی آسان فهم برای مردمی که زبان عربی را می دانند. بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. هم مژده دهنده است این کتاب مؤمنان را به پاداش دنیا و آخرت و هم بیم دهنده کافر را به عذاب دنیا و آخرت. بیشترین مردم از آن روی گردانیدند و آنها نمیشنوند. یعنی شنیدن که از آن قبول و اجابت آن مژده حاصل شود. تفسیر سعدی. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. کافران به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم گفتند دلهای ما از آنچه ما را به آن دعوت میکنی در پرده است و گوشهایمان وزنین است و میان ما و تو یعنی ای محمد حجاب است. پس عمل کن تو به دین خود، البته ما هم عمل کننده ایم به دین خود. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقیموا الیه واستغفروه وویل للمشرکین. بگو یعنی ای پیامبر من انسانی هستم مانند شما. به من وحی شده که معبود شما الله یکتاست که لایق عبادت است. پس به او روی آورید و از او آمرزش بخواهید و وای یعنی عذاب بر مشرکان. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. آنهایی را که به غیر الله بتان را پرستش کردند که فایده و ضرر نرسانند و نفسهایشان را به توحید و اخلاص پاک نکردند و نماز نخواندند و زکات ندادند و به آخرت یعنی به روز بس یعنی بعد میرانیدن زنده شدن و جنت و دوزخ ایمان ندارند. إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. همانا آنان که به الله و رسولش و کتابش ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند برایشان پاداش است، یعنی مکافات است تمام ناشدنی. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. بگو ای پیامبر به آن مشرکان، آیا به الله که زمین را در 2 روز آفریده است کافر می شود و برای او شریک ها قرار می دهد؟ اوست پروردگار تمام جهانیان. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. او ذات است که آفرید در بالای زمین کوه‌های استوار را و برکت نهاد در آن و معین ساخت در روی زمین رزق و روزی، یعنی اهل آن را در مدت 4 روز. این تفصیلات برای سوال کنندگان است. در تفسیر سعدی 4 روز چنین معنی داده شده است، یعنی 2 روز زمین را آفرید و 2 روز دیگر در آن کوه‌ها را آفرید. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سپس الله پاک به آسمان متوجه شد و آن دود مانند بود. پس به آسمان و زمین گفت خواه یا ناخواه بیاید. گفتند فرمان بردار آمدیم. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. آنگاه 7 آسمان را در 2 روز آفرید و به هر آسمان فرمانی لازمیش را وحی کرد، یعنی به همین طریق آسمان ها و زمین ها را در 6 روز خلق کرد و حکمت آفرینش آنها را خودش می داند، حال آن که قادر بود در 1 لحظه آنها را بیافرد. و آسمان دنیا را به چراغ های یعنی ستارگان بیاراستیم و حفظش کردیم، یعنی از شیطان ها که خبر آسمان را ندزدند. تفسیر بغوی. این از تدبیر الله غالب و دانا. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. پس اگر روی گردانند آن مشرکان بعد از آن که صفتهای قرآنی نکو و صفتهای الله بزرگ به آنها بیان شد، پس بگو به آنها شما را از رعد و برق می ترسانم مانند رعد و برقی که بر عاد و ثمود هنگام کافر شدنشان فرود آمد.
إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. آنگاه که رسولان از پیش و پس آنها یعنی پی در پی نزدشان آمدند و گفتند که جز الله برحق را می پرستید. گفتند یعنی به پیامبرانشان اگر پروردگار ما می خواست که او را یگانه عبادت کنیم هر آینه فرشتگانی را به صفت پیامبران از آسمان نازل می کرد. پس ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید از ایمان آوردن به الله یگانه باور نداریم. تفسیر طبری. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. پس اما عاد یعنی قوم هود به ناحقی در روی زمین گردنکشی کردند و مغرورانه گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است؟ آیا نمی دیدند که البته الله که آنها را آفریده است از آنها نیرومندتر است و آیات و حجتهای ما را انکار می کردند. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. پس ما نیز بادی سخت و خنک آوازدار در روزهای شوم بر سرشان فرستادیم تا در دنیا عذاب خاری را به آنها بچشانیم و البته عذاب آخرت خار کننده تر است و هیچ کسی برای من کردن عذاب به یاریشان بر نخیزد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم الصاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. و اما ثمود قوم صالح را پس همان راه حق و رشد را برایشان بیان کردیم پس آنها کاری را بر هدایت اختیار کردند پس به خاطر گناهایی که می کردند آتشک عذاب خار کننده آنها را فرو گرفت. گناه قوم صالح به الله کفر می آوردند و پیامبران را دروغ می برآوردند. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. و ما کسانی را که ایمان آورده بودند و پرهیزکار بودند از عذابی که عاد و ثمود را فرا گرفت نجات دادیم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. و روزی که برانگیخته شوند
دشمنان الله پس آنها را رانند فرشته های عذاب کننده به سوی دوزخ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. چون به کنار آتش آیند از اقرار گناه های خود سرکشی کنند، این هنگام گوش و چشم ها و پوست هایشان به اعمالی که در دنیا کردند بر ضدشان شهادت دهند. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. و آن دشمنان الله به پوست های خود گویند چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ گویند پوست هایشان بر آنها آن الله که هر چیزی را به سخن می آورد و شما را نخستین بار بیافرید و هیچ چیز نبودید و بعد از مرگ برای حساب و کتاب به سوی او بازگشت می کند ما را به سخن آورده است. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. و این که گوش و چشم ها و پوست هایتان به زیان شما شهادت می دهند هنگامی که گناه می کردید چیزی را پنهان نمی داشتید ولیکن می پنداشتید که الله بر بسیاری از کارهای گناه را که می کنید آگاه نیست. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. با این بدگمانی که در حق پروردگارتان داشتید هلاکتان کرد، یعنی به دوزخ، یعنی دوزخی شده در شماری زیان کردگان گردیدید. معنای بدگمانی گمانتان به این که الله بسیاری از عملهایتان را نمیداند، پس به همین سبب به گناه شتاب کردید و همین امر شما را هلاک گردانید. تفسیر طبری. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. پس اگر صبر کنند و بر عذاب هم تاب و طاقت ورزند، پس جایگاهشان در آتش است و اگر هم طالبی عفو شوند کسی آنها را عفو نکند. یعنی این که حتی دوباره به دنیا آیند و عملی شایسته کنند پس قبول کرده نشود این طلبشان. تفسیر سعدی. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ
إنهم كانوا خاسرين. و برای آن مشرکان هم نشین‌های بد مقرر کردیم از شیاطین اینس و جین. پس برای آنها اعمال زشتشان را در دنیا در نظرشان بیاراستند و نیز برایشان آیندهشان را آراستند و بر آنها نیز همانند پیشینیانشان از جین و اینس عذاب مقرر شد. همان آنها به سبب عملهای بد خویش زیانکار بودند در دنیا و نیز زیانکار در روز قیامت هستند. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. و گفتند کافران به یکدیگر به این قرآن گوش مدهید و امرهای آن را اطاعت نکنید و سخنی بیهوده گوید در وقت قرآن خواندن محمد، شاید که به این راه پیروز شوید بر محمد و از خواندن قرآن باز ایستد. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. پس هر آینه کافران را عذابی سخت می چشانیم در دنیا و آخرت و همانا سزا می دهیم آنها را در آخرت موافق بدترین کفر و عصیانی که در دنیا می کردند. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. این است جزای دشمنان الله، آتش. در درون آن خانه همیشگی دارند. این جزای آنهاست، زیرا آیات ما را در دنیا انکار میکردند. این آیت دلالت میکند به بزرگی گناه شخصی که آدمان را از قرآن و هدایت بر هر راه باز دارد. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. و کافران در دوزخ گویند ای پروردگار ما، آن دو تن را از جین و اینس که ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا که آنها را زیر پای کنیم، تا که باشند از زیرترین قعر دوزخ. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. همانا آنهایی که گفتند پروردگار ما الله است، بعد از آن در شریعت او پایداری ورزیدند، در وقت مرگ فرشتگان فرود می آیند و می گویند نترسید از مرگ و غمگین نباشید، بر گذشته شما را مژده است به بهشتی که به شما وعده داده می شد. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فرشتگان به آنها میگویند ما به امر الله در دنیا دوستان و محافظ شما بودیم و نیز در آخرت دوستان شماییم و در بهشت هرچی دلتان بخواهد و هرچی طلب کنید برایتان فراهم است. نزلا من غفور رحیم. مهمان نوازی است از جانب الله آمرزنده مهربان. و من احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. و کیست نیکوتر، یعنی به اعتبار سخن، از سخن آن که به سوی توحید و عبادت الله یگانه دعوت می کند و کارهای شایسته می کند و می گوید البته که من از مسلمانانم. این آیت بیانگری بزرگی علمایی است که از روی بصیرت و موافق سنت دعوت می کنند. تفسیر سعدی. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هرگز شخصان ایماندار نیک خلق و شخصان کافر بد خلق برابر نیستند. برطرف کن، یعنی جواب گردان هر گونه بدی را به معامله و خصلت بهتر و نیکوتر و میبینی که ناگاه کسی که میان تو و او دشمنی است گویا او به تو دوست و خویشاوند است. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. و برخوردار نشوند از این خصلت نیکو مگر کسانی که با صبر باشند و کسانی که صاحب نصیب بزرگند در دنیا و آخرت. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. و چون از جانب شیطان گرفتار وسوسه گردی، یعنی برای انجام دادن بدی را با بدی، پس به الله پناه ببر که البته او تعالی شنوا و داناست به کارهای خلقش. و من آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. و از نشانه های قدرت و یگانگی او پی هم آمدن شب و روز و آفتاب و ماه است. به آفتاب و ماه سجده نکنید که آنها مخلوقند و به الله برحق که آنها را آفریده است سجده کنید. اگر خواست او را اطاعت میکنید و میپرستید. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. پس اگر
آن مشرکان از سجده کردنی برای الله تکبر می‌ورزند. پس همان فرشتگانی که در نزد پروردگار تو هستند تکبر نمی‌ورزند، بلکه به خستگی و دلگیر شوی شب و روز تسبیح او میگویند. آیت مذکور سجده نوبتی است که بر خواننده و شنونده یک بار سجده کردن واجب می شود. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. و از علامت‌های یگانگی و قدرت او آن که تو زمین را خشک می‌بینی، پس چون آب بر آن بفرستیم به جنبش آید و گیاه برآید. آن ذاتی که زمین را پس از خشک شدن زنده می کند، البته قادر است که مردگان را بعد از مرگش زنده کند و هر آینه او به هر چیز تواناست. پس چنان که از زنده کردن زمین عاجز نمی ماند، همچنین از زنده کردن مردگان نیز عاجز نمی ماند. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. همانا کسانی که از حق دور می شوند و به قرآن کافر می شوند و آن را دیگرگون می کنند بر ما پوشیده نیستند. آیا ملحد یعنی منکران یا تحریف کننده های آیت های الله یعنی دیگر کنندگان آیت های الله که به آتش افکنده می شود بهتر است یا کسی که بیاید امین شده در روز قیامت؟ هرچی می خواهید ای ملحدان بکنید، هر آینه او به کرده و کردارهایتان بیناست، یعنی می بیند عمل شما را و طبق آن مکافات می دهد به شما. تفسیر سعدی. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. همانا آنهایی که به قرآن چون بر آنها نازل شد انکار کردند کافر شدند و در برابر کفر خویش هلاک شونده و عذاب کرده شده می باشند. و همانا این که قرآن کتاب ارجمند و گرامی قدر است و از هر تغییر و تبدیل محفوظ است. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هرگز از پیش و پس او باطل راه نمی‌یابد. نازل شده از جانب الله است که داناست به کارهای بندگانش و صاحب حمد و ثناست و صفتهای کمال. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.
هرچی درباره تو یعنی ای پیامبر آن مشرکان میگویند درباره پیامبرانی پیش از تو نیز گفتند. پس صبر کن و در دعوت خود استوار باش. البته پروردگاری تو هم آمرزنده توبه کنندگان است و هم صاحب عذابی دردآور است برای کافران. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. و اگر این قرآن را یعنی ای پیامبر به زبان عجم یعنی غیر عرب می فرستادیم، هر آینه مشرکان می گفتند چرا آیاتش به روشنی بیان نشده است تا که آن را بفهمیم. کتاب با زبان عجم و پیامبر عرب. بگو به آنها ای پیامبر این قرآن برای آنهایی که ایمان آوردند هدایت از گمراهی و شفا از شک و شبهه است و کسانی که ایمان نمی آورند این قرآن وزنینی گوشهایشان و کوری چشمانشان است پس هدایت نمی یابند. حال آن مشرکان به مثل آنهایی است که آنها را از جای دور ندا می کنند. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. و هر آینه به موسی کتاب تورات دادیم همچنان که به تو قرآن را دادیم. پس در آن قوم او اختلاف کردند، بعضیشان ایمان آوردند و بعضیشان کافر شدند و اگر آن کلمه نبود یعنی تأخیر عذاب از قومت تا روز قیامت در حال عذاب کرده می شدند. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. هر کس که کاری شایسته کند و اطاعت الله و رسولش کند به فایده خود اوست و هر کی بد کند و نافرمانی الله و رسولش کند به زیان اوست و پروردگاری تو به بندگان ستم روا نمی دارد، یعنی در دادن سزا و جزا. الیه یرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهید. سوی الله یگانه برمیگردد علم وقوع قیامت، یعنی ساعت برپاشوی قیامت را تنها الله میداند و هیچ میوه از غلاف خیش بیرون نمی آید و هیچ ماده حامله نمی شود و نمی ساید مگر آن که او تعالی و آن آگاه است. و روز قیامت که الله مشرکان را ندا دهد که
شریکان من کجایند؟ یعنی آنهایی که در عبادت من شریک میکردید. گویند آگاهت کردیم که نیست هیچ کسی از ما گواهی دهد که تو با خود شریک داری و امروز ما همه یکتا پرست هستیم. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص. و مشرکان آنچه را پیش از غیر الله می پرستیدند از دست دادند و دانستند که از عذاب الله راه گریز ندارند. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. دلگیر و خسته نمی شود انسان از طلب خیر از پروردگارش، یعنی از طلب مال و دولت، بخت و سعادت، و اگر برسدش سختی یعنی کمبغلی و یا سختی، پس او از رحمت الله ناامید است و بداندیش است، یعنی به نسبت پروردگارش. ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلیظ. اگر پس از رنجی که به انسان رسیده رحمت به او بچشانیم شکر الله نمی کند بلکه گناه کرده می گوید این حق من است و باور ندارم که قیامت برپا شود. و اگر هم مرا نزد پروردگارم باز کردانند البته نزد او حالت خوشتر یعنی جنت برایم باشد، پس حتما کافران را روز قیامت به اعمالی که کردند آگاه میکنیم و به آنها عذاب سخت میچشانیم. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. و چون به آدمی نعمت یعنی سلامتی یا رزق و روزی انعام کنیم روی گردان می شود و با تکبر گردن بالا می کند و اگر به او بلای برسد در حال به پروردگارش دعا و التجای بسیاری کند، یعنی پروردگارش را در سختی ها می شناسد و در آسانی ها نمی شناسد. قل ارأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعید. بگو ای پیامبر به مشرکان خبر دهید به من اگر این قرآن از جانب الله باشد سپس شما آن را دروغ برآورده باز کافر شوید. در این حال هیچ کس به سبب عداوت و ستیزی شما با حق از شما گمراه تر نیست.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهید. بزودی نشان خواهم داد به این منکران نشانه های قدرت خود را از فتوحات و ظاهر شدن اسلام در اطراف عالم و در وجود خودشان تا برایشان واضح و روشن شود که هر آینه قرآنی که از نزد پروردگار عالمیان وحی شده است حق است. آیا کافی نیست برای آنها گواهی پروردگار تو بر این که قرآن حق است و کسی که آن را آورده است راست قول است؟ پس به درستی او تعالی شاهدی داده است به حق برای او و او تعالی بر همه چیز شاهد است و شهادت او تعالی از همه شهادت ها بزرگتر است. الا انهم فی مریة من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط. آگاه باش که هر آینه کافران از دیدار پروردگارشان و از دوباره زنده شدن در شبهند. آگاه باش که او هر آینه از روی علم و قدرت و عزت بر هر چیز احاطه دارد. هیچ چیز در زمین و آسمان از او پنهان نیست. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی.